درود به همگی. با آموزش نرم افزار فاکتوریک در خدمت شما هستیم. من محمد حسین تونقدم هستم، سازنده این نرم افزار. خب ابتدا نرم افزار رو نصب می‌کنیم که من از پیش نصب کردم. اجرا که بزنید. خب وارد این صفحه میشیم. از قسمت کالاهای مد نظرمون رو وارد می‌کنیم. مثلا گوشی ایکسپریا اکتیو، خیلی گوشی خوبی. کد کالا من می‌زنم ایکس پی، هر چی که شما دوست داشتید می‌تونید بزنید. قیمت خرید، قیمتی که خریدیم می‌زنم 5 تومن. قیمت فروش مثلا 6500. قیمت 10-15 بشه بزنم. موجودی می‌زنم 3 تا. واحد هم خب عدد دیگه، یک عدد گوشی. خب افزودن کالا، این کالا اضافه شد. دوباره افزودن رو که بزنیم، نام کالا می‌زنم گوشی سامسونگ گالاکسی S25. خب می‌زنیم سام. قیمت خرید الان چنده نمیدونم، من ارزون می‌خوام بدم، می‌زنم 10 تومن، 10 میلیون تومان. قیمت فروشم 20%، 12 میلیون تومان. خب موجودی رو می‌زنیم 5 تا. واحدم که عدد دیگه، اگر حالا برنج بود یا هر چیزی بود میتونید کیلو بزنید یا هر چیزی که شما دوست داشتید. افزودن کالا. خب اینها رو بخوایم به سبد پیش فاکتورمون اضافه کنیم، یا همون سبد خرید موقت. این رو که بزنیم این دکمه رو میاد میگه فاکتوری ما نداریم، یعنی هیچ پیش فاکتوری نداریم. خب بذارید بستن رو بزنم، پیش فاکتور اینجا قرار میگیره. حالا ما یکی از مشتریامون رو می‌خوایم وارد کنیم. افزودن. برای نمونه محمد حسین خودم وارد کنم 0921 121 60 69. آدرس هم آدرس بده اولی، این اختیاریه ولی این دو تا اجباریه. افزودن رو که بزنم این اضافه شد مشتریمون. خب من میخوام با نام مشتری برای خودم فاکتور انتخاب کنم، برای خودم پیش فاکتور ایجاد کنم. اینو که میزنم افزودن فاکتور جدید، اینجا میگه مشتری انتخاب کن، برای کی میخوای درست کنی، که همین انتخاب میکنه. توضیحاتی اگر داشت می‌نویسید، اگر نداشت ایجاد فاکتور. خب فاکتور ایجاد شد، انتخابش میکنه. کالا به پیش فاکتور اضافه شد، این کالا رو هم اضافه میکنم بهش. خب بیایم اینجا مشاهده فاکتور. خب اینجا تعداد رو میتونم کم و زیاد کنم، برای نمونه 2 تا کنم، 3 تا، 4 تا، 3 تا بیشتر دیگه موجودی هم برای ما کافی نیست. همون 2 تا نگهش می‌داریم که یه دونه هم داشته باشیم. از این قسمت میتونیم حذف کنیم. دکمه صفر رو داریم. اگه بخوام بهش تخفیف بدیم به صورت درصدی، مثلا من میخوام 3% رو این تخفیف اعمال کنم، حتما تخفیف رو که وارد کردیم دکمه ثبت بغل تخفیف رو بزنید تا تخفیف اعمال بشه. این هم از این. حالا 2 تا هم سامسونگ S25 میدیم. بعد خدمت شما عرض شود که همه چی رو به طور خودکار محاسبه میکنه. قسمت مبلغ پرداختی مشتری. خب ببینید مبلغ پرداختی بعضی وقتا یه چیزی میدن، یه چیزی میمونه، بعضی وقتا هم تسویه کامل. اگر تسویه کامل بود که این دکمه تسویه کامل رو میزنید و راحت. اگر هم نبود، برای نمونه این فاکتورمون چقدر شده؟ 36 میلیون و 610 تومان شده. من میگم آقا ایشون 20 میلیون به من پرداخت کردن. ثبت رو که بزنم پرداختی کم میشه ازشون، ماندهمو میزنه 16 و 610. اگر هم خواستیم تسویه کامل بزنیم که چه بهتر، ثبت رو که بزنیم حتما هر کاری که کردین ثبت رو انجام بدید. خب این فاکتور ما انجام شده، کارش تموم شده. الان می‌خوایم خروجی بگیریم و برای کاربر بفرستیم. باید ثبت نهاییش کنیم. ثبت نهایی رو که بزنیم یه پیام به ما نشون میده. حالا نیاز به اسکرول بود، ولی خب اگر اینجوری بالا بود میتونید اسکرول کنید. ثبت نهایی رو که بزنید فاکتور با موفقیت ثبت شد. الان میایم توی فاکتورهای ثبت شده. این قسمت مشاهده رو که بزنید کامل نشون میده با جزئیات، تخفیف و همه چی رو. حالا بخواید خروجی بگیریم به راحتی خروجی پی ان جی رو میزنید. اطلاعات فروشگاه ناقص است. رفتم به تنظیمات. میریم به تنظیمات، فروشگاه هم میزنیم موبایل ام زد. شماره تماس 0921 121 60 69. واحد پولتون هم حتما وارد کنید که من به تومان دوست دارم. ذخیره اطلاعاتی که زدیم عملیات انجام شد. دوباره میریم این قسمت فاکتورهای ثبت شده، مشاهده، خروجی پی ان جی. منتظر میمونیم و خروجی رو به راحتی به ما میده و ما میتونیم به هر کسی که خواستیم این رو به اشتراک بذاریم. تمام شد و رفت. دقت بفرمایید که ابطال فاکتور رو اگر بزنید این فاکتور بعدها که آپدیت میدیم سود و زیان و همه چی رو نشون بده، این فاکتورها در نظر گرفته نخواهد شد. موفق باشید و خدا نگهدار.